سدلار، هالیلوویچ، فرصت هست، فوتبال تک ضربه از قرمز پوشان، فرصت، موقعیت، یه ضربه عالی و گل! گل برای تراکتور در روز تولد خودش. امیرحسین حسین زاده بالاخره این طلسم رو میشکنه و بعد از 8 بازی در مقابل پرسپولیس موفق میشه دروازه این تیم رو باز بکنه. آمار نشون داد که علم دقیقی است. باز هم در آبان ماه، باز هم بعد از دقیقه 85 فوق‌العاده زد ضربش رو امیرحسین حسین زاده. ببینیم صحنه قبلی رو. کنترل توپ، چرخش، یه ضربه دقیق گوشه دروازه پرسپولیس. تیر خلاص رو میزنه امیرحسین حسین زاده. باکیچ حرکت میکنه، ضربش رو میزنه، خطرناک! چه گلی زد باکیچ! دروازه تراکتور رو باز میکنه مارکو باکیچ و حساب کار 1-1 مساوی میشه. خیلی جای خوبی بود این ضربه کاشته و ازش استفاده کرد مارکو باکیچ. بهترین شکل ممکن ضربش رو زد. عرض کردم نباید 10 نفره بودن پرسپولیس باعث بشه تراکتور به راحتی بازی رو از دست بده. ضربه‌ای که زده شد هر چقدر به بدنش کش آورد بیرانوند موفق نبود. 1-1 مساوی میشه بازی.